سلام برای وقت یوتیوب. سوال اختصاصی هستم با برنامه 67 و محمد و هادی. محمد رو قطعش میکنم که صداشو نشنویم. هادی هم که تا بیاد باهاش صحبت میکنیم. بعد خواستم آقا امروز راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به استاک مارکت صحبت بکنیم، به خاطر اینکه الان سر این داستان مسخره بازی ترامپ و برداشتن بی دلیل تعریف گذاشتنش روی آمریکا و مکزیک و نمیدونم همه دنیا و چین و اینا، این خود دنیا رو میریزه به هم و این داستان باعث میشه که به قول معروف استاک بره پایین و توی دیروز و امروز استاک مثل سگ رفته پایین. همینجوری هم داره میره پایین، یه سری کمپانی بیشتر از یه سری کمپانی‌ها. و من می‌خواستم یه قبل از این که در واقع ویدیو رو با بچه‌ها دیگه صحبت بکنیم و ببینیم داستان بقیه چیه توی دنیای فایننس، من گفتم راجع به یه 5 دقیقه صحبت بکنم. ببین من این اتفاقو چندین بار دیدم. حالا یه دفعه مثلا کرونا بود، یه دفعه سال 2008 بود که دوباره دزدی کمپانی آمریکایی بود از کل دنیا که باعث شد دنیا در واقع بره توی ریسشن و همیشه دلیل خیلی واضحی داشته که این اتفاق داره میفته. حالا این دفعه به خاطر نفهمی و احمق بودن یه آدمی که تو در واقع قدرت دستشه. حالا این یه بحث جداییه که کار خوبی داره میکنه، کار بدی میکنه و اینا. اگه کسی شورتش رو میخواد بدونه داره کار بدی میکنه، چون هر یه دفعه دیگه یه پرزیدنت احمق دیگه این کارو کرده بود و کلا آمریکا یه دونه گریت دیپرشن داره که راجبش تو تاریخ درس میدن و تو مدرسه راجبش میخونن و فلان و بسار. تمام دلیل اون بزرگترین به فنا رفتن آمریکا این بود که اون رئیس جمهور هم ورشو تریف کشه رو همه دنیا. چون داستان اینه که آمریکا اگر چوب داشت مگه گوسفنده که بیاد از کانادا بخره؟ مگه الاغه؟ مگه احمقه؟ چجوری میتونه راحت تر باشه بری در کشور دیگه مرز رد کنی، زبون دیگه، پول دیگه، همه چیزای دیگه که جنسو برسه اونجا؟ دلیلی که داره یارو این کارو میکنه چون ارزون تره. پس من میخوام اینجا میز بفروشم تو آمریکا، میرم سر کوچه میگم چوب چنده؟ میگه $10. میرم به کانادا میگم چوب چنده؟ میگه $5. میرم از کانادا میخرم $1 میدم برسه به اونجا میشه $6 و جنسمو میام میفروشم $8. ولی وقتی که تو بیای این کارو بکنی دیگه کانادا به نظر خوب نمیاد، میاد از آمریکا میخری، بعد اون جنس میشه $13 $14، یهو 2 برابر میشه قیمت میز و خیلی چیزای دیگه. حالا اولش میگم بنزینه و بعد نمیدونم مثلا 99% آووکادوی مثلا تو آمریکا رو از مکزیک میخره. خب الان قیمت آووکادو 20% رفت بالا یه روزه. خب آووکادو یه چیزی گرونیه، مثلا $10 شد $12. خب فرقشه دیگه. رئیس جمهوری که خوبه میاد $10 میکنه، $9 $8، نه $10 نگه میداره. این یه روز اول یه کاری بکنی بی منطق بی دلیل بدون هیچی، هر آدمی که شعور داره میگه کارت بده، ولی فقط چون مثلا احمق دنبالتان یه داستان فهمیدی اگه بگی رو اخبار مینویسه اومده این کارو کرده. حالا این دلیل این که این اتفاق افتاده. وقتی که این اتفاقا میفته خیلی آدم‌ها حتی به خودکشی میرسن، چون مثلا میگم اکانتی داری که توش مثلا $10 میلیون داری، بعد یهو میشه $700,000، بعد تو میگی آقا من $9 میلیون پولم از دست دادم که فلان، و بعد دیوونه میشی دیگه. من خودم تا حالا هر دفعه این اتفاق افتاده تا دسته رفته تو پاچم، برای اینکه ترسیدم، بعد اومدم چیزی رو خریدم، چیزی رو فروختم، حلاجی کردم که الان که مثلا داره این میره پایین پس حتما چوب آمریکا گرون میشه، رفتم یه کمپانی چوب آمریکا رو خریدم، بعد اونم به فنا رفته. خلاصه میخوام این تجربه‌مو با بچه‌ها همه شیر کنم که آقا اگر تو استاک مارکت هستین و استاک دارین میخرین، بفهم داری چیکار میکنی. وقتی تو استاک مارکت هستی داری میخری، یعنی داری میگی که من به این کمپانی که دارم میخرم باور دارم. حالا 2 استاک داریم بخریم، یکی مثلا S&P 500 میخری که میشه 500 تا کمپانی که با هم جمع شدن، بزرگترین کمپانی آمریکا، 500 تا بهتریناشون، که اونو دیگه اصلا واسه مهم نباید باشه. اون به فارسی بخشی واسه طرف اون به فارسی من یه تحقیق کردم دیدم تو ایران هم یه همچین داستانی داریم. معمولا میشه مثلا صندوق سرمایه گذاری یا صندوق پسنداز، یه همچین داستانی میشه، یه همچین چیزی میشه. اگه میخواین بدونین ساده ترش چیه، یه همچین داستانی که تو ایران هم داریم، خیلی
چیز پیچیده و عجیبی نیست که همین 500 تا بهترین کمپانی که اون با شرایط کشور و ایناست دیگه، مثلا خیلی به شرکت‌ها بستگی نداره. نه کلا دیگه حالا آمریکا چون قوی ترین کشور دنیاست و دیگه تو خیال راحته که دیگه داره با قوی ترین دیل می‌کنی. مثلا S&P بعدی اگه باشه خیلی خوب آدم بره توش بخره مال چینه، چون 500 تا قوی ترین کمپانی چین تا 10 سال آینده خیلی قوی تر خواهند شد. ولی در صورت من اگه داری یه سری تعدادی رو می‌خری، مثل اینکه مثلا وقتی من یه دونه استاک رو می‌خرم 500 تا کمپانی تیکه‌های کوچیکشو دارم می‌خرم، پس قیمت این الان امروز هست $530. اگه این بیاد بشه $450 من باید خوشحال باشم دیگه. من دارم تخفیف میگم روی 500 تا کمپانی، پس باید بیشتر بخرم اگه پول دارم. اگه بیشتر پول ندارم باید همون کاریو بکنم که قبلا میکردم. اگه قبلا ماهی یه دونه می‌خریدم الان باید ماهی یه دونه بخرم. حالا این برای اون داستان. یه داستان دیگه هستش که مثلا میگم تو باور داری که کمپانی تسلا 10 سال دیگه خیلی گنده تر شده، تو باور داری که مثلا مایکروسافت 10 سال دیگه خیلی قوی تر میشه، باورت هم نمیتونه رو هوا باشه. میدونی نمیگم برو تحقیق کن کتاباشون رو بخون ببین هر 3 ماه که ریپورت میدن هر ریپورت رو کامل بکن. این کار کسی بتونه بکنه دمش گرم، ولی خیلی شعورشو ندارن، خیلی هم که وقتشو ندارن. من جفتشو ندارم. برای همین مثلا میگم من وقتی سال 2002 سال 2003 بود، مردم اگه چیزی می‌خواستن میشستن تو ماشین میرفتن تو مغازه خرید می‌کردن. اصلا کسی آنلاین رو قبول نداشت. وقتی بهش گفتیم مثلا فلان چیزو می‌تونی آنلاین بخری، میگفت مگه دیوونم. این جواب اوریج آدم بود، مگه دیوونم. مثلا که الان اوریج آدم میگه بیت کوین چرته، به بابات بگی نمیفهمه. خب اینم اون موقع اینطوری بود. حالا پیپل اینطوری بود، آمازون اینطوری بود مثلا. خب من اون موقع میدیدم که آمازون و ایبی خیلی قراره گنده بشن. میدیدم که آقا 20 سال دیگه همه دارن از آمازون میخرن، هیچ کسی نیست که بگه آنلاین بده. خب بس من اون موقع اگه آمازون دارم میخرم $10، اگه آمازون بیاد بشه $30، بعد یه اتفاقی بیفته، مثلا کرونا اتفاق بیفته، بعد این آمازون از $30 بیاد برسه به مثلا $5، من نباید ناراحت بشم، نباید بگم خاک بر سرم آمازونم $30 بود. نه، چون من دارم فکر میکنم 20 سال دیگه این کمپانی داره گنده میشه و واقعیتش اینه که داری واسه 67 سالگی پولو میذاری کنار. پس وقتی الان یهو 2 سال بعد 3 سال بعد 10 سال بعد به یه دلیل غیر منطقی اون چیزی که تو باور داری قیمتش افتاده پایین، تو باید خودتو خفه کنی انقدر از این بخری. این شده باید اون هفته بگی آقا من سکن غذا نمیخورم، یه هفته میام تو رژیم مثلا فقط نون، یه بسته نون میخرم $1، پول غذا من میذارم تو اینوستمنت. چون هر $5 که الان دارم میذارم انگاری که یهو برگشتم به سال 2001. خب اینو من هیچ وقت نمیفهمیدم و من همیشه از طریق چیز میرفتم جلو، از در او دیگه خرابه و وضع خراب شد و بیایم بیرون اصلا دیگه دست نزنیم. تو هوش هیجانی اون لحظه بهت میگفت که بعد بریم مثلا الان اینو بفروشی و حالا بریم این کارو بکنیم، پول جلوی ضرر رو زودتر بگیر، کش نگهدار. آره. اگه بعد بدتر شد 3 برابر اومد پایین چی؟ الان $5 شد چی؟ همه اینا رو باید به قول معروف فراموش کنی. باید بگی آقا من تو استاک مارکتم چون باور دارم کمپانی X میره بالا. پس تو میگی که این 3-4 سال با توجه به این اتفاقاتی که حالا تو دنیا داره میفته ما اصلا کاری نداشته باشیم، دست نزنیم، دست نزنیم که اضافهش هم بکنیم. اگه میتونی پول بهش اضافه کن، پول هم اضافه بکنیم که چون ما داریم به 20 سال مثلا 20 آره سال دیگه. آینده نگاه. چون منطق چیه 20 سال دیگه ترامپ نداریم، کمپانی آمریکا هستن تا 20 سال دیگه یا نه آمریکا از ورزشه شده در اون مپ. نه دیگه مثلا آمازون که هست دیگه، میدونی چیزای اینجوری. برای همین مثلا میگم تسلا رو من آخرین بار خریدمش $440، امروز $260 شده. من سهیل اگر سهیل 10 سال پیش بود الان اصلا ناراحت بودم، میگفتم چرا من انقدر بد شانسم، باز ضرر کردم 3 سال رفت بالا، باز ما خریدیمش همون رفت پایین، فلانم تو این شانس. الان میگم چه خوب من با اطلاعات چخمی خودم فهمیدم که تسلا تو $400 بخرم خوبه. امروز یه اپورتونتی دارم که $250 بخرمش. خب خیلی وقت خوشحال بشم دیگه. آره ولی قبولوندنش به نظرم قبولوندن رو بگو. نه قبول کردن به خودش، این که آدم به خودش بقبولونه که آقا مثلا الان
برم حالا که ارزشش افتاده برم بخرم یه خورده سخته، یعنی یه خورده که خیلی سخته به نظرم اولش، ولی خب تجربه تو تجربه جالبیه به نظرم. آره من میگم من هر دفعه اینو نداشتم و هر دفعه گفتم نه ول کن بذار ببینیم چی میشه، هر دفعه اشتباه کردم و اینو هم می‌خواستم بذارم واسه بیرون برای برعکسی که تو کار استاک هستن و استاک میخرن و شروع کردن بحثا بخاطر حرفای من. الان اصلا نترسین، دست نزنین، جلوی ضرر رو نمیخواد بگیرین، ضرری وجود نداره برای که ما داریم به 60 70 سالگی فکر میکنیم و اگر جایی داری پولی داری اضافه کنی بکن. من خودم الان پول قرض کردم از مارجن اکانتم که هیچ وقت نمیکنم، دارم تسلا میخرم. تو این وضعیت داری؟ آره بیاد صدم بیشتر میخرم، میدونی کریدیت کارت هم دیگه میدم میکشم، چون فقط تسلا کافیه یه خبر بیاد بیرون که آقا آمریکا اجازه داد تو کل آمریکا بدون رانندگی کنی، همین یه دونه خبر بیاد بیرون تسلا منفجر میشه. آره دیگه یه شرکتی به نظرم مثل تسلا تازه الان چند سال آینده به نظرم این پیشرفت عجیبی هم میکنه، یعنی حالا آره این ضرره خیلی مقطعیه. خیلی یه دفعه یه دونه یه مثال دیگه بزنم برای بچه‌ها که جا قشنگ بیفته. این یه یارو هستش هتل داره، بعد توی همین ویگاس، بعد آمار اومد که ترتیب منشیشو داده، زنم داره، اخبار اومد و مردم همه گفتن کثافت، یه بیلیونری هستی که همه دنیا دستت، باز رفتی اینه یا مرد چاقال اکت میکنی. خواستم بگم همه مردا همینن ولی درس آره میای فلان میکنی و دنیا یهو بر علیهش بلند شد که تو خیلی آدم بدی هستی و استاکش از $200 اومد شد 170. خب خیلی اومد پایین، 15% اومد پایین، ببخشید 10% اومد پایین، هم 15%. و خب 15% خیلیه واسه کمپانی که بیلیون دلاریه، 15% عددهای وحشیه. من همونو رفتم تا تونستم خریدم رو 170، ظرف 5 روز برگشت به 200. 5 روز. خب این نشون میده که مردم کالکتیولی سعی میکنن یه نفر رو تنبیه کنن، خیلی اشتباهانه، چون یارو صاحب اون کمپانیه، الان که پول لازم نیست، استاکش بالا پایین بشه واسه اون مهم نیست. منی که مثلا 4 سال پول دارم و دارم آپشن میکنم بیچاره میشم یا پولدار میشم، اون براش فرقی نداره، ولی مردم اینو نمیفهمن. الان ترامپ داره اقتصاد کل دنیا رو به هم میریزه، اون میارتش پایین. ایلان ماسک هم شخصا مورد تنفر قرار گرفته و مردم دارن از قصد استاکشو میفروشن که خرابش کنن. برای همین تو الان داری یه آپشنی داری که اصلا غیر قابل باوره که تو الان استاکش میتونی $200 بخری، چیزی که آرزو بود 2 هفته پیش، آرزویی که خندت میگرفت، مگه میشه مثلا $200 باشه، الان میتونی آپشنش هست بخری. و من خودم شخصا دارم دفعه میرم روش، 100 بیاد بیشتر میام، $50 هم بشه بیشتر میخرم، 10 سال دیگه کش اوت میکنم مثل حیوان. آره یه چیزی دیگه هم که هست، استاک هم که ما میخریم به نظرم اگر هر چقدر که تو سعی کنی بلند مدت روش فکر کنی بر خودت بهتره، چون میدونی این بالا پایینا همیشه از حالا درسته الان خیلی قضیه جدی تره، ترامپ اومده داره دست گرفته میخواد دنیا رو شخ بزنه و از این حرفا، ولی همیشه به نظرم استاکو اگه کلا بلند مدت بهش نگاه بکنی خیلی خودت راحت تری و اینکه خب یه سرمایه گذاری بلند مدتی داری میتونی بعدها ازش استفاده بکنی. حالا شبیهش میشه همین 67 خودمون که راش انداختیم. 67 چیه؟ نمیدونم اصلا نیست. خب حالا هادی باید بیاد، هادی توضیح بده. آره هادی هم نظر هادی چیه؟ داره میاد یواش یواش، ولی فکر می‌کنم صداشو اینجا. آره من اتفاقا داشتم قبل برنامه که با هم صحبت کردیم بهش فکر می‌کردم. ببین هدف این برنامه اینه که شما تا 65 67 سالگی بتونی یه ولسی رو جمع بکنی و ما می‌بینیم که استاک مارکت که یک برآوردی از اقتصاد دنیا و به ویژه تو S&P 500 امریکاست، رو به رشد، همیشه تو کوتاه مدت مثلا تو 2008 کرش میشه، میاد پایین میاد بالا. طلا یه چیزیه که ارزشش همیشه مشخصه و ثابته و بیت کوین هم چیزیه که در آینده حالا مثلا 10-20% که روش داری ارزش میذاری یه چیز لیمیتد مشخصه و ارزشش فقط میتونه بره بالا، ارزش ولیوش نه قیمت، ارزشش پایین که نمیاد. بنابراین تو وقتی برای لانگ ترم مثلا 40 سال بعد 20 سال بعد داری فکر میکنی،
اتفاقاتی الان میفته رو اون موقع آنچنان تأثیری نذاره. یه چیزی بیاد بالا نه بیاد پایین میره بالا. بنابراین کاری که من دارم میکنم توی برنامه 67 اینه که من سعی کنم ببینم آخر ماه چقدر اضافه دارم و این رو برم بخرم. بنابراین این برنامه سر جاش هست، من باید همین کاری که میکردم رو ادامه بدم. حالا اگه بخوایم علاقه‌مند باشیم ببینیم که الان داره چه اتفاقی میفته، الان تلاطمه. بنابراین اگر میخوای از فرصت‌ها بیشتر استفاده بکنی، توی تلاطم همون چیزی که سهیل گفت همیشه درسته. اگر تو میدونی که یه چیزی ارزشمنده و الان به طور موقت اومده پایین، الان وقت خوبیه که تو از اون بیشتر بخری. انویدیا با اومدن دیپسیک یهو نه 5% یا 8% ارزش افتاد پایین، یا شاید بیشتر، یادم نمیاد 15%. چیز بود، رکورد دنیا بود، بزرگترین دراپ دنیا بود. یعنی مقدار پولی که افتاد رکورد دنیا بود، ولی مشخص بود که این به خاطر یه خبره و قرار برگرد. بنابراین کسی که انویدیا داشت نباید بترسه که یه لحظه بمونه. کسی که نداشت باید اون لحظه اگر میخواد جامپ کنه و یه مقداری بخره. یادمه که من $200 سر یه موضوعی، حالا شما فکر کنم نمیدونید، من تو لاس وگاس سر یه موضوعی $200 دست دادم و انویدیا که اینجوری شد سر این موضوع هیت می یه پیام دادم که اتفاقا انویدیا که اومد من دیدم $200 دست دادم، $2000 انویدیا خریدم، فکر کنم پس برداشت $200 جبران شد. خوبه جبران شد، برای ما جبران هم شد. خب نخریدی انویدیا. آره دیگه. ولی اتفاقی که الان داره میفته یه تلاطم بزرگه. تلاطمیه که در درجه اول مکزیک داره 25% تعرفه میذارن، دو کانادا داره آن اوریج 17% تعرفه میذارن. این 25% رو همه چی به جز 10% انرژی که حالا آن اوریج 17%، 10% داره رو تعرفه‌های چین اضافه میشه، 25% رو فولاد داره اضافه میشه و کامودیتی دیگه. و این از طرفی اکسپورت بقیه کشورها رو دچار مشکل میکنه. اونا وقتی اکسپورتشون دچار مشکل شد وارد رکود میشن. رکود همیشه باعث میشه که بانک ها رو بیارن روی مسائل لو ریسک. بنابراین الان تقاضا برای ذخیره طلا و خرید طلا میره بالاتر. قیمت طلا 3 تا فورس روشه که یکیشون که میتونه طلا رو ببره بالا این موضوع رکورد است. از اون ور یه فورسی هست که طلا رو قیمتش رو بیاره پایین. اونم اینه که خب چون تو آمریکا دچار مشکل موقت میشه، اینا بانک‌ها میارن نرخ بهره ها رو سعی می‌کنن بالا نگه دارن که تورم اجازه ندن بره بالا و به طور فکر ارزش دلار رو بالاتر نگه دارن. اون سعی میکنه طلا رو فورس کنه پایین. و از طرفی هم جنگ همیشه اگه احتمال جنگ بره بالا قیمت طلا میره بالاتر، احتمال جنگ اوکراین روسیه بیاد پایین قیمت طلا میاد پایین‌تر. بنابراین 3 تا فورسه که در جهت مخالف هم یا موافق هم قیمت طلا رو میتونن بالا پایین کنن. حالا آدمایی که دارن تحلیل میکنن فکر میکنن در نهایت این فورس ها به سمت آنسرتنتیه و قیمت طلا رو فورس میکنه به سمت بالاتر تا آخر 2025. اما این فقط یک تحلیله. حالا تحلیل فکر میکنم درستی هم هست که فقط به ما میگه که اوکی اگه طلا میخریدی همچنان برو بخر، اگر اس&پی میخریدی همچنان بخر، اگه بیت کوین میخریدی همچنان بخر. منتها چون طلا داره میره بالا قیمتش، اس&پی و بیت کوین الان تو فشارن که پایین باشن، تو میتونی ریشیویی که اینا رو میخریدی جابجا کنی. مثلا اگه الان طلا گرونتره، طلا رو کمتر بخر، اون اس&پی که اومد پایین الان بیشتر بخر. خب چون تو اون که قرار بیاد بالا تو خب بیشتر داری ازش. بعد دیدی اگر مثلا یهو جنگ دوباره بالاتر گرفت، زلنسکی یه کاری کرد که بیرونش کردن، دوباره احتمال جنگ رفت بالا، قیمت طلا اومد نه، یا مثلا یه کاری کرد که ببخشید قیمت طلا اومد پایین‌تر، اون موقع دوباره ریشیو رو برگرد همون طلا رو بیشتر هم بخر. بنابراین خریده یعنی اینکه شما ذخیره کنید بخرید سر جاشه. اگر علاقه داری تحلیل بکنی یا تحلیل رو بشنوی و ببینی که چی ممکنه پایین تر باشه چون بالاتر باشه، ریشیو رو عوض کن که بیشتر به نفعت باشه.
اما همچنان اون رونده سر جاش. اینم کاملا درست. واقعا عالی. حالا چون که الان به قول معروف تقریبا 20 دقیقه شد، من فقط میخوام از محمد یه سوال بپرسم، بعد این اپیزود اینو میکنیم یه اپیزود و با بچه‌ها که الان تو دیسکورد هم میخوام راجع به مسائل مالی صحبت بکنیم، یه اپیزود دیگه همین 2 دقیقه دیگه شروع میکنیم، ولی برای بچهای روی اینترنت میفته 2 هفته دیگه. خب تو الان یه آمار به من بده، تو این چند وقتی که خود شروع کردی اینوستمنت کردن و من بهت یاد دادم و اینا، نظرت چی بوده؟ چیکار کردی؟ آیا کار متفاوتی انجام دادی یا نه فقط مثل کامپیوتر هم کاری که بهت گفتم انجام دادی؟ یه توضیح بده و تمومش کنیم. من حقیقتش کار متفاوتی نکردم، فقط همون جوری که تو ست کرده بودی، وقتی که من حقوق میگیرم پولا از حساب اصلی میاد میره توی اون ور سیمپله به صورت بودجه بندی همینجوری میشینه. بعد من هر چقدر بخوام، مثلا میگم اگر بخوام لباس بخرم از چی میگن بودجه لباس برمیدارم میبرم. خب بعد آخر ما این بودجه همه صفر میشن یا نه لفت اوور دارن؟ نه دیگه دارن. مثالش ماه پیش فکر کنم ویدیو نگرفتیم که جمعش شده بود $128 اگه اشتباه نکنم، اضافه‌ای که ته حساب مونده بود. آره این اضافه‌ای ته اون بودجه هاست. قبلا این همیشه میرفت به آشغال ولی الان رفت تو حساب پسنداز واسه 67 یا نه همونجا موقعش بمونه؟ 2 ماه قبل من خریدم، یعنی رفتم خرید که یعنی رفت تو حساب 67 و رفت توی سرمایه و فلان پسنداز. این ماهو یه سری هزینه غیر قابل پیش بینی گفتم احتمالاً دارم، اونم برای ماشین بود و اینا که نگهش داشتم، ولی احتمالاً دیگه تا چند روز آینده اونم ببرمش سر جاش بشینه دیگه. آره این کل داستان بود. دیگه چی می‌خواستی؟ یه نکته از روی حرفای سهیل یادم اومد. سهیل میگفت که یه باجتی هم بذار برای همون هزینه‌ای که ممکنه پیش بیاد، مثل ماشین، مثل ترافل. یعنی راهشم اینه که اون 128 نمیدونم اگه باجت داری برای اون تو پیش بینیه بذاری تو بودجه ایمرجنسی داشتیم که آره داشتیم. اون تا چیز نداشت، بودجه نداشت. هنوز ساخته نشده بود چون تازه 2 ماه شروع کردیم. هنوز بیلداپ نشده توش پول. آره پول نداره نه که آره هستش به صورت کلی به عنوان بودجه دیدیمش همون روز اول. آره خب آقا این برنامه راجع به استاک بود و من خواستم بگم که تو استاک اصلا نترسیم، بیاین بالا بخرین. من هر دفعه که ترسیدم گوشم اینم میگم تمامش کنم. با خواهرم بهم زنگ زد گفتش که گفته بودی مثلا بیت کوین بخر و فلان، من خریدم بعد $20,000 خریدم، الان اومده پایین شده $7,000 و پنیک کردم و اینا میخوام بفروشم. بعد گفتم نه و دیوانه بود، چی میخوای بفروشی احمق؟ اگه پول یکی دیگه هم بخر بکنش 2 تا که اوریجت بشه مثلا 15,000 تا. بعد گفت نه من یک قرون این توی پول نمیذارم، ولی اوکی نمیفروشم. بعد 3 ماه بعد بهم زنگ زد گفتش که آقا مرسی که من نداشتی بفروشم و اینا، الان مثلا شده 30 تا 10 تا پول درآوردم روش. حالا الان که شده 130 تا ولی حالا مزمون اون موقع است. بعد خودش این خواهرم اینو گفت من اون موقع که به تو زنگ زدم قبلش داشتم با بابام حرف می‌زدم، به بابام گفتم که اینجوری شده. بابام گفت اوکی هر وقت جلوی ضرر رو بگیری منفعته، همین الان بفروش بیا بیرون بیخیال این بیت کوین بشو. و من رفتم اکانت رو لاگین کردم زدم می‌خواستم دکمه فروش رو بزنم، گفتم بذار تلفن به سهیل بزنم و به تو زدم، تو گفتی نه و نه افروش. کاملا برعکس بابا گفتی. یه خورده فکر کردم دیدم تو بهتر از بابای توی پول، به حرف تو گوش دادم و الان پول درآوردم. به جای اینکه $13,000 ضرر داشته باشم الان $23,000 بالاتر از اون ضررم. اینم زندگی واقعی مثالش. دمتون گرم. چاکس.